سلام برای بچه. من اومدم اکانتم رو رونمایی کنم. این اکانت اصلی خودم نیست. اکانت اصلیم لیول 400 داشت. عشقای من نگاه کنین دیگه، حرف نزنم فقط بهتون نشون بدم. اینجا وایساده بودم که شما اسم بگیرین، اگه خواستین بیاین با هم دوئل بزنین. تازه این اکانت رو میخوام بدم به شما، لیول 400ش کنم بدم به شما. لیکن دیگه لیول 400 دارم. یه چیزی میخواستم بگم. میشه این لایک ها رو به 20 برسونین؟ این یوتیوبر رو بهتون میگن لایک رو به 1000 برسونین، میرسونین. حالا برای من بیچاره نمیرسونین. چرا؟ ولی از اونایی که داخل کامنت ها نوشتن ماشاءالله پسر مثلا اینو، از اونا خیلی خوشم اومد. بچه عالیه. شما هم بنویسین دیگه. شما نامرد نباشی، شما هم بنویسین. خب دیگه بزنم ببینم آدم میاد دوئل بزنم بهتون نشون بدم بازیمو. یکی اومد. مایک هم باز نمی مثلا بخوام هم باز نمیشه. برای این چیزی باز این دو صحبت میکنه. واوی ای بابا. یکی اومد دیگه. برو باین برو باین. ای ویل کن با بریم تو بازی دیگه. یک ساعت بعد اومد زدم. بریم تو بازی ببینیم این پسر چه خواهید کرد. آدم نایمد بره یارش. همینجوری تک به تک زدم. آقای ما حیدر است. مولای ما حیدر است. حیدر است. حیدر است. داخل محرم اینو میگن. آقای ما حیدر است. به به. آقا زرنگه بالاخره میگم همین یک دسته بکشم دیگه دیل داره تمام. سوراخ میکنم. پسر ماری تو میزنی مانی میزنی الان یک جوری تو رو بزنم برمه بندازم داره. خدا بیامرز. اللهم صلی علی محمد آل محمد عجل فرجه. داداشم من الان همزمان دارم 26 ساعت کال آف پلی میدم از شب تا روز، ولی یک 2-3 ساعت گوشیم هم زدم تن شارژ. باز فکر نکنین 5 دقیقه خوابیدم گوشیم زدم تن شارژ، بیدار شدم دیدم شارژ ندارم. باز خوابیدم 10 دقیقه دیگه بیدار شدم دیدم گوشیم یک کم شارژ شد. باز خوابیدم نیم ساعت دیگه بیدار شدم دیدم گوشیم یه خیلی دیگه شارژ شد. خوابیدم 1 ساعت بیدار شدم دیگه رفتم با سر کلاف. همین الان دارم حتی ویدیو میگیرم. نمیستم یک جوریه. از خواب همین الان بیدار شدم. بگم ساعت چنده؟ 12 شب. ببخشید هم تا 5 صبح بیدار شدم. من بعضیاتون تو کامنت مثلا میخوای بنویسین چرا خواب نداری نمیدونم هرچی میمیسیم بنویسین. من نمیدونم، فقط خواهش میکنم لایک ها رو تا 50 برسونین دیگه. مثلا 20-50. او لیفت داد. ترسو